یک مکان ترسناک دو ابوالفضل حاجی به قرآن 2 تا چشیدم اونجا افتاده بود. الان بیدارم گیری پشت سر رو بگیر. سلام دوستان، خوش اومدین به کانال امین موریا. اومدیم یک مکان ترسناک و اینجا توی بیابون هستیم. قراره یک ثبتیای بگیریم، یک ویدیوهای بگیریم و عکسای اتفاقی ببینیم چه چیزی توی این مکان دیده میشه. و الان دور و برمون هیچکی نیستش و اولین تجربه اون هستش توی ویدیوهای ترسناک که من براتون میگم. با ما همراه باشید تا این ویدیو. خب بچه‌ها، ما موقع ماه گرفتگی اومدیم ویدیو رو بگیریم که میگفتن قرمزه ولی خب صرفا فقط گرفته شده. بیابان خدا رو ببین. نیستش. از پشت یکی بهم حس میکنم لگد زد، فکر کنم آقای فیلمبردار بود و نباید بترسم. اینجور که ما ادامه میدیم دوستان عزیز و اینجور که این چراغ قوه به من نشون میده تا فردا هم نمیرسیم. و چطوری؟ من میگم این ویدیو رو نمیگیره. انقدر تاریکه دیگه و چراغ قوه واسه اون صحنه رو بگید ولش چراغ قوه میگه فضا اصلا ما چراغ قوهمون دیگه ماه گرفتگی. اون قسمتش که دیده نمیشه ماه گرفتگیه. اون قسمت رو ببینید. خب بیا سریع فیلمو بگیر بچه‌ها، وقت تلف نکن. الان مردم میان میفهمن ما اینجاییم. بدرود. نمایش فرق داره. من بگیرم زدی؟ آره. داشتم یه چیزی میگفتم ولی خب نور مرا کور کرد. داشتم میگفتم که حتی یک پشه دوستان در اینجا وجود نداره. حتی یک پشه. این صدای جیر میشنوید صدای جیرک نیست. هیچ موجود اینجا نیست جز من و فیلمبردار. این من جلو پامو Welcome to آقای فیلمبردار افتاد. شما که داری فیلم میگیره متا از تکونش گرفتن. اینجا نگاه کنید. بچه‌ون بالا به نظرتون چیه؟ بیاین. خب میدم به آقای فیلمبردار. اون بالا هیچ چی نیست به نظر من. اون بالا هیچ چی نیست. ماشین رو بخیر دیگه. ماشین ده اینو اینجا بگیر یک کاری دارم. بیاین تا این بالا. زدی سال زدی. بعد یعنی تصویر چالش بعدی هم بریم. چالش بده که من الان دیگه شاش کردم و بی اندازه آماده چالش ها هستن. یک دقیقه سکوت بکنیم ببینیم چه صدایی میشنویم. بذار برسیم یکم بالاتر. من میدونید الان یه چند ثانیه سکوت کردم. صدای چی شنیدم؟ صدای این که یه دوز قرار ماشینمون بزنه. بیاین همینجا بشینیم. بیا. وای زیباست شب نشینی. دوستم هر شب بیام اینجا. یک دقیقه ساکت باشیم. چه صدایی؟ ساکت. آیفون درست. سمونه بگی. تو حستو بگو بعد من حستو پلی کن. خب این حسش یک جوریه که آدم فکر میکنه مثلا هیچ کی اینجا زندگی نمیکنه. بعد نگاه کنیم ما کلا کجا آمدیم. اونجا آمدیم که اینور بگیر.
یعنی یک اینجوری دونه بهتون ماشین هم بگم رد نمیشه اینجا. اینجوری بگم که نه ماشین هیچ ماشین دیده میشه؟ حتی ماشین ما هم دیده نمیشه. دیده نمیشه ماشین. یکم دیگه بریم بالاتر. میدونی بعد مثل چی عکسای شده؟ اتفاقی هم بگیریم توی همین میدونی ویدیو. مثل چی شده؟ میدونی دوربینو که داشتم نگاه میکردم یو ابوالفضل چی؟ یو ابوالفضل یک چیزی دیدم اونجا چشاش چیز شد و یک استاپ کن ویدیو رو. آجی به خدا پشمام ریخت. آجی به قرآن 2 تا چش دیدم اونجا افتاده بود. الان ویدیو رو میگیری همینجا اگه ویدیو گرفته باشه حالا باز توی ویدیو چک می‌کنی ببینیم. شاید اون تخمای من بودن که تا اونجا راه رفت. آجی به قرآن من دیدم 2 تا تخم چش دیگه اونجا. نداره. حس می‌کنم تخم ندارم بچه‌ها. حس می‌کنم تخم ندارم. از وقتی هم که شاش کردم یه احساس سبکی یه حس بدی هم دارم اینجا که مثلا آره. این ور رد میشیم. اون نمیدونم اونجا چی اون من یک چیزی دیدم ولی اونجا. آره. اگر بذاری من یه جمله ناقص با اینجا ترسایی دارد گریه کنم. من می‌خواستم بگم کیفیت فیلم رو نگاه کردم مثل این چیزا شده که میری تو تیمارستان تاریک فقط چرا اینجوری شده. اینجا هم دقیقاً یه همونطور حالتیه. آقا اصلا نگاه اگه دوربین گرفته باشه اما داوچو اگه نگاه کنید بچه‌ها نگاه کنید. بذار یه لحظه من بودو کنم برم اون سمت. نه نمیذارم. به غیر از اون خودم یک ثانیه دقت بودن. بچه‌ها من خودم می‌خوام برم اون سمت ببینم اون چی بود. یک بودو 2 تا چشم اون ور دیدم. من از زاویه کونش میگیرم که کونش در خطر نباشه. شینو نه فکر کنم میگم تخمای من بود. حالا بعدا پیدا میشه. ماه گرفتگی یه دقیقه بگیر. در این شب بسیار دارک می‌خواستم یه جمله‌ای بگم. بعد میدونی چه جوریه؟ اون مثلا من قطع شد. باز حرف من قطع شد. بگو. نه ما دقیقاً چه موقعی اومدیم ویدیو بگیریم که ماه گرفتگی هست. کو حالا ببینم میشه شفا تا خود ماشین دارم گفت میخورم. ولی بازم اون چیزه بذار فکر کنم اینجاست. ولی اون چشم بگی منو گرفت. چیزه من تا اول من هیچی نترسیدم ولی اون چشم داره میزنه که دوستانی فیلم بردار ما حالش بد شد. ادامه رو ما میدیم. ادامه رو حالا ما بریم. حالا تو تنهایی برو. آخر هیچ کی نمونه. تو تنهایی برو. هیچ کی نمونه. خیلی سنگینه. خیلی ساکته. حاجی خیلی ساکته. من اون چشمه رو دیدم. جای خیلی دوری هم هست. به قرآن 2 تا چش دیدم اونجا وایساده. من نمیدونم من چه کسخلیم که اومدم سراغ اینا. حالا همه نورا رو نزنید تو چشم من دیده میشم دیگه. من سفیدم، سیاه نیستم. فقط میخواستم اینو بگم در پایان دوستان عزیز. من که پایان چون فیلمبردار داریم از دست میدیم. من حرف پایان اینه دوستان عزیز. هیچ موقع ریسک هایی که ما میکنیم رو انجام ندید. جدی میگم. شاید هم من جن سپاه ندیدم. این حالا یه 2 تا چشم دید ولی بچه اون بر نگاه کن. تو سگه ریدم توی شلوارم. حاجی من ریدم بچه بیان عقب گرگ چیز نباشه این سم. ریدم بچه بیان بریم نگاه کن. ریدم حاجی دویدن رو فیلم کن. بچه این ترس از خوشحالی نیست را فیلم دست کی؟ ترس هست پشت سر رو بگیر. احساس کم چوب نیست. کفش اینو بفنا. فیلم هست هنوز دویدن گرفته یه بعد بیان با خواستم بگم که بچه ها واقعا کار ما رو نکنید. خب یک استوبش کن. یه دقیقه منو با چوب بگیر. ایمنی بچه ها بزنین این بر بیابون هم هستش گرگی چیزی نباشه. ویدیو رو توی ماشین تموم کنیم. در ماشین رو قفل کن.
نه. نگاه کن من نگاه چشم این سگا بودن، نمیدونم سگ بودن. آره گرگ سگ بودن. بودن. نگاه سگ بودن، بعد چشماشون آبی بودش ولی من قرمز دیدم چشم. اگه آدم بگه مثلا سگ یا چیز دیگه باشه چشمش خب فرق داره، ولی یکی قرمز این چوب بذار بوده. پشت این فیلمه. سگا چشماشون آب. تو فیلم چوب از کجا آوردی؟ من چوب تو ماشین بود. تو فیلم من حرف پایانیم اینه دوستان. آخه ریدم توی این و اون که آقای فیلمبردار و آقای ترس، من اسمشو میذارم، که حالا باز ما توی ویدیو اون صحنه که من دیدم و توی دوربین ببینیم حالا گرفته یا نه رو براتون نشون میدیم، چون چشمان اون سگا رو ما نگاه کردیم سپید و آبی بودش. خب با بچه‌ها خدا مساویش کنید. هر کی یه جمله خدافظی در وصف این شب بگی. صحبت کنم. خب ببخشید اگر نگاه نمی‌کنم به دوربین در حال رانندگی. و جدا از اون من راجع به فضایی که رفتیم توش بگم، به شخصه اگر تنها وارد همچین فضایی بشی احتمال اتفاقای بد بیشتری خیلی میدونی. آدم وقتی تنها میره توی یک محیط خیلی بزرگ تاریک دیگه دلش به چیزی بند نیست. ما 3 نفر بودیم، اما اگر من میرفتم شاید حتی بر نمیگشتم.